سلام دوستای عزیز، خوش آمدید به یک ویدیوی دیگر. امروز یاد می دهیم چگونه می توانید عکس خود را با برنامه پیکسارت با هوش مصنوعی پس زمینه‌شان را به سبک خود تغییر بدهید. بریم سراغ آموزش. دوستای عزیز، لایک فالو یادتان نره. وارد برنامه پیکسارت میشیم. از این قسمت میرویم، عکس دلخواه خود را انتخاب میکنیم. دوستای عزیز، حذف پس زمینه را انتخاب میکنیم. اینجا خودکار حذف پس زمینه میکند. پس زمینه با هوش مصنوعی رو انتخاب میکنیم. وارد این عکس میشود. منتظر بمانید دوستای عزیز. اینجا انتخاب کنید، هر جای انتخاب کنید همونجا عکس را فتوشاپ میکند. پس زمینه عکس را تغییر میدهد. کارش بسیار عالی است، بسیار زود انجام میشه دوستای عزیز. ببینیم دوستای یک تایش را. چقدر دقیق فتوشاپ کرده. ببینید دوستای عزیز، پشت زمینه عکس را چقدر حساس، چقدر دقیق. حتی سایه رو نگاه کنید. بریم یک تای دیگر هم بزنیم.